سلام خدمت بچه‌های گل. اینجا محوطه گاراژ ماه. همونجوری که میبینید اینجا قسمت پارکینگشه. ماشینایی که باید بخوابه و زمان میبره واسه تعمیرشون رو اینجا بچه‌ها میذارن. محوطه بزرگی داره تقریبا. این روبرو سالن نقاشیمونه، اون گوشه صافکاریه، اون روبروی میکانیک، 2 تا میکانیک داریم، دوباره یه صافکار داریم، بغلش جلوبندی ساز داریم، یه بوستر ساز هم این روبروه که الان جلوی این وانت وایستاده میخواد بوسترش رو تعمیر کنه. یه جلوبندی ساز هم این قسمت داریم اون گوشه. این ورم دکه نگهبانیه. اون کولر آبیه رو میبینید واسه نقاشیه، واسه سالن نقاشی. این فیلمو گرفتم که ببینید محوطه گاراژ ما چجوریه. تقریبا همه جور صنفی توش داریم، یعنی ماشینی که میاد اینجا دیگه نیاز به جای نداره. این ورم سالن نقاشی، نگهبانی، صافکاری و بوستر سازی و 2-3 تا میکانیک و جلوبندی ساز و دوباره یه صافکار داریم و باتری ساز هم داریم، سیار پولیشکار و سرامیک کار هم داریم. سیار هم میان برامون کار انجام میدن. فعلا دوستای عزیز، اگه سوالی در رابطه با ماشینتون دارید، مشکلی دارید با ماشینتون، مشکل فنی دارید، مشکل جلوبندی سازی دارید، نیاز به صافکار دارید، نیاز به مشورت دارید، میتونید تو کامنت ها ازمون بپرسید. سعی میکنیم حتی الامکان تا اونجایی که میتونیم بهتون کمک کنیم و بهتون راهنمایی خوبی ارائه بدیم. اوستا مجید چیکار میکنی اون پایین؟ رینگ پیستون موتور در بیارم. رینگ پیستون ماشین چیه؟ سمند سورنا؟ سمند سورن، دود آبی دود میکردینم؟ دود آبی میداد، خوابش هم حساس میگه همه رو تعویض کن. چیزی که خرابه رو باید عوض کرد دیگه. چیزی که خرابه رو باید رینگ پیستون ها کامل چه خبره؟ آره من به خود تازه خریدم خودش نبودم. واه اینو ببینی سرسیلندش چی شده؟ فقط سوار شدن بوده، خرج نمی‌کرده قبلیه، معلومه. بریم پیش آقا یاسر. آقا یاسر داره صافکاری میکنه. ماشاءالله اوستا. عمو در پژو صاف کنی. این گلگیر باید تعویض شه. فریه رو بریدن، این هم باید تعویض شه. دوستا داوود نقاش گاراژ ما. دوستا خسته نباشید. یه پژو 405 قرار کمپلت رنگ بشه. بله این بنا به رسول خوری داره انجام میشه. بعد ایشالله آستر دو رنگ. ایشالله بعده میره سراغ آستر و رنگ. آره این ماشین داخله تمام شده. یه دونه وانت پراید داریم. رنگ‌آمیزی نیاز داشته. کاپوتش هنوز کار داره. اسم این گربه مهشید خانومه. اینم مامانشه. این کوچولوی در رفت مهشید خانومه. بچه‌ها به اینم میگن چی به این میگفتن؟ مهشاد. این مهشاد، اون مهشید. این هم همون استاد شما خود استاد ماجی. شما اکرام کارش هم بیاره.
آره میام از این ادامه کار رو میگیرم.